دلیر امامعلی ژورنالیست تاجیک که روز 7 اکتبر سال 2022 به 10 سال زندان محکوم شد به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نامه نوشته است. در این نامه که مؤلف آن را نامه فرزندانه نامیده است و متنش را شام 23 نوامبر آزیا پلوس نشر کرد، دلیر امامعلی از امامعلی رحمان خواسته است اگر با اشتراک او و عبدالله غربتی، صفقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یگان ویدیو نشر شود به یگان جمله آن باور نکنند. ویدیو غیر قانونی زیر فشار روانی از طرف کپیتان بار اول ثبت شده است. بار دوم باز با اشتراک امین کپیتان که خودش را کارمند رزویدکا به من معرفی کرده بود ثبت تکرار شد. در آشخانه تحقیقات تفتیشاتی ادامه یافت. این نوبت شاید اشتراک نصرت الله محمدزاده بود که در رفت ثبت دشنام نکردم. عموما به یگان جمله من در آن نوار خواهش باور نکنید چون که متن پیشکی چاپ شده بود نوشته است دلیر امامعلی. او همچنین از پرزیدنت خواسته است که 3 فرزندش را زنده یتیم نکنند و در عموم زندانی کردن مردم با ماده 307 را کم کنند چون که اکثر جوانان زیر سن 40 با این جرم به زندان رفته ایستاده است. دلیر امامعلی از امامعلی رحمان همچنین خواسته است که به مرافعه‌های بعدی پرونده‌اش خبرنگاران را بگیرند. او همچنین خطاب به پرزیدنت تاجیکستان نوشته است خواهش خطای سیاسی سالهای 30 عصر 20 را تکرار نکنیم. از این پیش همسر دلیر امامعلی، همسر عبدالله غربتی به پرزیدنت تاجیکستان با درخواست آزادی این دو ژورنالیست نامه نوشته بودند ولی آنها بی جواب ماندند. نامه سرکشاده ژورنالیست عبدالستار پیر محمدزاده از بازداشتگاه نیز بی جواب ماند. پیر محمدزاده هم در آن نامه از استفاده شکنجه و بدرفتاری نسبت به او برای وادار کردنش به اعتراف اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع خبر داده بود. دلیر امامعلی در نامه‌اش به پرزیدنت یک به یک اتهامات به گردنش بار شده را همچون تهمت و دروغ رد کرده از جمله نوشته است که اتهامات اساسی ضد او همکاری با سازمان اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 ساخته و نیز تهمت بوده. تمام بحث این ماده سر همگی 10 جمله می رود که در مسنجر صحبت کتبی شده است. این صحبت از طرف من با یک بلاگر فعال صورت گرفته است که تا زمان تفتیشات من نمیدونستم که او اعضای گروه ممنوع 24 است، زیرا در رفت صحبت ما عموما از این گروه چیزی یاد نشده است. در عکس صحیفه او نیز یگان نشانه از این گروه نبود. مضمون اساسی صحبت ما سر آن است که عصر 21 عصر تکنولوژی است و باید همه گونه اعتراض و شکایت و گردهمایی در اینترنت باشد. مردم را دیگر کوچه دعوت نمی کنیم. دلیر امامعلی گفت اگر می دونست که هم صحبتش ویسیدین اودینایف عضو گروه 24 است هیچگاه صحبت کتبی نمی کرد. این در حالی است که ویسیدین اودینایف همیشه همچون فعال مستقل عمل می کرد و بارها گفته است که عضو یگان حزب و گروه شدنی نیست. همین طور او از خدمات علاقه انتقاد کرده است که درآمد او از برنامه‌هایش در یوتیوب را بیش از 900,000 سومانی برآورد کرده است. اگر من این 900,000 سومانی را از یوتیوب کار کرده باشم توسط کدام بانک آن را دسترس کردم یا از دست کی گرفتم؟ این میلیون را اگر من گرفته باشم کجا صرف کردم؟ خانه، ماشین، ثروت چیزی ندارم، می نویسد دلیر امامعلی. او همین طور اتهامات پنگ کردن خبر بردروغ را نیز پر از دخورگی و نومیده است. دعواگر طاهر قیوموف به حادثه 1 سال پیش رخ داده نو عریضه شکایتی نوشت، در حالی که بعد شکایت شفاهی قیوموف در اداره امنیت شهر دوشنبه حل شد و ویدیوی مذکور را من از صحیفه‌ام تازه کردم. این ماده نیز نسبت من ساخته است. اگر در ویدیویم خبر بردروغ رسانیده باشم آن ویدیو از طرف ساکنان کوچه شادی نویه شومنصور ثبت شده است نه من. می نویسد ژورنالیست زندانی. بنابر حساب‌ها در ماه‌های اخیر در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر دستگیر شدند. از این شمار 4 نفر علکی محکوم شدند. دلیر امامعلی به 10 سال زندان، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و صفقی‌بک سید امینی و محمد سلطان به 7 سالی زندان. چندین سازمان بین المللی حامی حقوق انسان و آزادی مطبوعات پرونده‌های ضد ژورنالیستان زندانی تاجیک را بافتن امیده از مقامات تاجیکستان آزادی بدون قید شرط آنها و قطع ممانعت به فعالیت خبرنگاران تقاضا دارند.